رفتار جالب زهرا الهام با آریانا سعید در کشور استرالیا که اصلا باورتان نمی شود. زهرا الهام چگونه به کشور استرالیا رفته است؟ اشتراک زهرا الهام در کنسرت های جدید آریانا سعید. پیشنهاد جالب و باور نکردنی زهرا الهام برای آریانا سعید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از چهره‌های جوان در هنر موسیقی افغانستان بوده است که شهرت و محبوبیت خاص هنری در میان مردم افغانستان دارد. زهرا الهام از آرام می باشد و بزرگ شده کشور پاکستان بوده است. زهرا الهام در کشور پاکستان نزد استادان پاکستانی هنر موسیقی را آموخت و با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع توانست مقام خوبی را از آن خود کند. اولین دختر خانمی بود که مقام اول را از آن خود کرد. زهرا الهام بعد از ختم برنامه ستاره افغان کنسرت های متعددی در داخل افغانستان و کشورهای آسیایی برگزار میکرد. زهرا الهام حمایت و تشویق خاصی از طرف آریانا سعید میشد و کمک و حمایت آریانا سعید زهرا الهام توانست به کشور استرالیا برود. بعد از رفتن زهرا الهام به کشور استرالیا و آهنگ‌های دوگانه با لیلا خان، هنرمند پاکستانی سرود که مورد حمایت و تشویق فراوانی در میان مردم افغانستان قرار گرفت. زهرا الهام اما ساله کنسرت‌هایش را در کشور استرالیا برگزار می‌کند و جدیداً در کنسرت آریانا سعید در کشور استرالیا اشتراک کرده است و پیشنهاد اجرای کنسرت مشترک برای آریانا سعید داده است، ولی آریانا سعید این پیشنهاد زهرا الهام را نپذیرفته و علی آرزوی موفقیت و خوشبختی برای زهرا الهام کرده است. من هم آرزوی سعادت و خوشبختی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.